سلام بچه ها، امیدوارم شب و روزگارتون خوش باشه. من محمد رضام، اینجا مودی کلاب افسیه. خب آقا، سر شب استوری گذاشتم که امشب آیکون پیک داریم. حالا اول آیکون پیک رو میزنیم، بعد یه 12 تایی هم پک داریم، اونا رو هم دوره هم میزنیم ببینیم چی میده. رولت کردم بلد نیستم، همینجوری میزنیم ببینیم چی میده. خب فن پرسی همیشه هست، این سری ال داد. این سری اصلا خوب نداد. سری قبلی تیری آنری زده بودم، خوشحال بودم. حالا فرناندو تورس رو برمیداریم دیگه. این چند هست این بنده خدا. جان 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 جان. فکرش هم نمی کردم اینقدر گرون باشه. مگه چی داره این؟ 5-4 پریستایلاش هم که حالا نات بد. حالا اینو بذاریم، تیری آنری رو بذاریم، حالا همه رو تست میکنیم دیگه. آقا دبلیو فکر نمی‌کردم اینقدر قیمت داشته باشه. آقا نسبتا خوب شروع کردیم. حالا بیایم اینجا اول پریویو رو بزنیم که شت هم دست و بالمون رو نمیگیره. چی هست اصلا؟ برو داداش برو خدا روزی تو جای دیگه بده. خب یه دونه ترید داریم، CDM و من سیتی باش، لاقل ریت باشی. سرژیو بوسکتس یه زمانی خوب بود. بالا پایین ببینیم چنده. خب نه، همونجا پایین باشه بهتره. یعنی انقدر من کلابم خالیه که بالای 82. آمریکا CB. ها این گیرما هست حتما. آره بازیکن خوب که بلد نیست به ما بده. تو هواداری یا چی؟ تو دشمنی بیناموسی نیست. برو بالا شما برو پایین، کاری باهات نداری. ببینیم چه خبره. برو واسه CF که کراواری چه همین داپلیکیت نشد، خوبه. بعدیش اینم که آمریکا دبلیو اصلا نداره آمریکا. خوبه همین که داپلیکیت بهم نده دبلیوه. این 2 تا 80 بزنیم. فرانسه CDM. برو داداش اینو تازه انداختم، SPC ندارمش. خوبه. بعدی 2 تا 81. اینم خبری بهش نیست. هاکان انداخته بودم، SPC خوبه، پسندیدم. هاکان نبود، کوکچه بود. هیچ وقت زود قضاوت نکنید. این کراماری چه عوضی و 10 ثانیه پیش بهم دادی. یه خورده شل کن. او از تیم آف دیر که انم کف دست ما ننداختی. اینم از این هلند CF هر کی میخوای باش. ممفیس دپای 84. این پکا خوبه. 81 ضرب در 2 سوم میگن تا سنشه 4 نمیشه. اسپانیا CDM داشت برو گیر آوردی، همین الان داری همه اینا رو بهمون میدی. ولی خب حداقلش اینه که ترید داشتیمش رفت. بعد این پکرم دوباره داده، ببینیم این چه آشغالی توش میریزه. گرچه به همه همینا رو میده دیگه. این سرژیو گومزه رو خیلی دوستش دارم. پارسال اگه یادتون باشه کارت سیلورش خیلی خوب بود، تو تیم سیلورای همه بود. اریک گارسیا، سواوا.
یه باید چک کنم ببینم کدومش خوبه. البته این کارتش فکر نمی کنم به درد بخوره. حالا ببینیم ایولوشنش چجوریه دیگه. برید حالا ببینیم چی کار قرار باهاتون بکنیم. 84 رو بزنیم، هرچی بده داپلیکیت نیست. آلمان RM. خب این داشمون داپلیکیت نیست. دو تا 83 هم بزنیم، اینم هرچی بده داپلیکیت نیست. البته اگه سرجیو بوسکیتس بده داپلیکیت. اینو فکر کنم انداختمش SBC. آره گریلیشو انداختمش. اوه خوبه، آفرین آفرین، داپلیکیت ندادی، چقدر زیبا. 82 دوتا، اینم که هیچی و دارو شوش LW نزد. خیلی اعصاب سگ تو روحت خور. ببینیم یه خاکی به سر این میتونیم بریزیم یا نه. آقا جورجینیو رو انداختیم توی این SBC دیلیه. این فیوچر استار، این هم که چیز قرار نیست بهمون بده دیگه. چرت و پرت، شر رو بر. آقا منفیس دپای حداقلش اینه که تریده. اوه چقدر هم داپلیکیت داد. 3700. برید بالا. خب رفقا مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. لایک و کامنت و سابسکرایب لطفا فراموشتون نشه. به حمایتتون نیاز دارم دیگه. دمتون گرم. انشالله همیشه W بزنید. شب و روزگارتون خوش.